انسان‌ها تو هر سنی نیاز دارن کودک درونشون رو آزاد کنن. رفتار خودانگیخته رفتاریه که هدف بیرونی نداره، بلکه هدفش خودشه. پنجمین نیاز عاطفی پایه یعنی خودانگیختگی و تفریح اصطلاحاً در فضای پذیرش نامشروط شکل میگیره و ارضا میشه. یعنی در محیطی که بچه بدونه در هر حالی و بدون هیچ شرطی از سمت والدینش مورد قبول و پذیرش قرار میگیره. این در حالیه که متاسفانه بعضی والدین معتقدن فضا باید پذیرش مشروط باشه. این باعث میشه اون فرد در بزرگسالی خودشو سرکوب کنه. ولی اگه فضای پذیرش نامشروط درست تجربه بشه و کودک به خاطر رفتارش قضاوت و تنبیه و طرد نشه، میتونه در بزرگسالی توان تجربه لذت داشته باشه.